آنچه که از بینی و چشم فرد خارج می شود را زکام و ترشحات گلو، سینه و مجرای تنفسی را که گاه سبب از بین رفتن حس بویایی می شود نزله گویند. نزله و زکام یک عفونت دستگاه تنفسی است که بیشتر در فصل پاییز و زمستان شایع می شود. بسیاری از مبتلایان به زکام به طور همزمان به چندین ویروس آلوده می شوند. زکام یا سرماخوردگی هنگام گسترش می‌یابد که ذرات ویروس را از طریق عطسه، سرفه یا تنفس یک فرد آلوده استنشاق می شود. نزله باعث درد شقیقه، سرگیچی، درد مفاصل و دیگر موارد را ایجاد می کند و باید مورد توجه جدی صورت گیرد. همچنین با لمس کردن سطوح آلوده که یک فرد مبتلا آن را قبلا لمس کرده است، امکان ابتلا وجود دارد. زکام معمولاً بدون عارضه خاص مسیر بهبودی خود را سپری می کند، اما گاه این بیماری ممکن است در پیشانی، عفونت قفس سینه، گلودرد و گوشدردی ها گسترش یابد. این عارضه معمولاً به دلیل گسترش ویروس یا عفونت باکتریایی ثانوی است و آنها بیشتر برای این افراد اتفاق می‌افتد. افراد سیگاری، کسانی که مقاومت بدنشان پایین است. افراد مسن، مبتلایان به بیماری‌های شدید قلبی، گرده، جگر و کسانی که سیستم عصبی ضعیفی دارند. از روش‌های طبیعی برای برطرف شدن علائم زکام می‌توان به استفاده از این موارد اشاره کرد. استفاده از جوشانده میخک، نعنا، گل بابونه و همچنان عسل، بادام شیرین، مایعات گرم و استراحت کافی یادآور شد.